از مکان مواد مخدر تا ساخت بزرگترین مرکز تجارتی در پایتخت کشور. اینجا دوزا پیدا میشد، به دریا پیدا میشد، آوی چاتل بود. امید خداوندیم که اینجا سرمایه گذاری کنیم. 98% ثبت شده. تنها چند تا دکانایی که مانده و منزل دوم است. زمین که است تقریبا 51 جریب است. هیچ دکانم تا بالی جور نشده. توکلش به خدا، ما دکان دیگه افتتاحش کردم. چیزی که ضرورت به مارکت است و تیار است. او در این مارکت است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان عرض سلام و درود و احترام دارم به همه شما بیننده های عزیز. امید دارم در هر کجایی که هستین خوب و صحتمند باشین. بیننده های نازنین، باز هم روح الله نوری با یک گزارش متفاوت دیگر در خدمت شما قرار دارم و امروز آمدیم در مکانی که در گذشته تجمع معتادین در اینجا بود و در این مکان جمع می شدن، ولی فعلا به یکی از بزرگترین مراکز تجارتی تبدیل شده که میلیون ها دلار سرمایه گذاری بالای این مرکز تجاری که فعلا ما آمدیم و قرار است که یک گزارش ازش تهیه بکنیم مصرف شده و تقریبا 151 یا بالاتر از 50 جریب زمین در اینجا با یک مارکت بسیار بزرگ و خوب و مدرن تبدیل شده.